ادامه کار به این صورت است که ما میخوایم این بندایی که زدیم 2 تا 3 لایه بشه که دسته محکم بشه. برای باکس‌های بزرگ دسته های پهن‌تر شکیل‌تر وای میسن. پس ما میریم که 3 دور روی این کار رو بزنیم. درجه‌مون رو باز میزنیم روی قسمت دسترم به همین صورت میریم. سعی کنین که بچسبه به بدنه که مرتب باشه. اینه که دوستم نشونتون بدم. ببینید اینو 2 نخ کردیم مثل دسته های که درست میکنیم همیشه به این صورت. این 2 نخه، یه نخ دیگه هم روش میاریم و بعد میخوایم که دوباره بدنه رو ادامه بدیم، یعنی این دسته بمونه وسط کار. این 3 نخو که انجام دادیم دوباره میام توضیح میدم.